دیدید چه اتفاقی افتاد؟ به راحتی روز تولد یک خانم به روز مرگش تبدیل شد. بارها خدمتتون تو کلیپ‌های آموزشی عرض کردم دوستای خوب من، هیچ وقت کیک تولد رو توی صورت فردی که تولدشه نکوبید. چرا؟ چون روی کیک شم وجود داره، خلال‌های چوبی که به این صورت تیز هست وجود داره، سازهای چوبی و پلاستیکی داخلش وجود داره که به محض اینکه شما اون کیک رو توی صورت فردی که تولدشه میکوبید، اون فرد رو تو خوشبینانه ترین حالت ناقصش میکنید، زیبایی صورتش رو خراب میکنید، تا آخر عمر یه نفر زیباییش از دست میده، یا اینکه این ابزار توی چشش فرو میره، بیناییشو از دست میده. تو بدترین حالت هم اینه که این ابزار از طریق چشمشون وارد مغزشون میشه و به این صورت که توی کلیپ میبینید جونشون از دست میدن. پریشب یه آقایی با خانومش این شوخی رو میکنه، یه خلال چوبی داخل چشم خانومش فرو میره و متاسفانه الان میگن که بیناییشو از دست داده. خواهش میکنم هیچ وقت این شوخی زننده رو با کسی که تولدش هست انجام ندید. ایمن باشید. خدا نگهدار.